دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت نمایندگان او در مسکو با مقامات روسیه درباره پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت‌های جدی دارند. او هنگام ملاقات با مارک روت دبیر کل پیمان نظامی اتلانتیکی شمالی در واشنگتن گفت امیدوار است که به قول او روسیه تصمیمی درست میگیرد. او بیانیه بسیار امیدوار کننده داد ولی کامل نبود. بله من بسیار میخواهم با او واخورم و گپ زنیم ولی باید زود این کارو انجام دهیم. هر روز آدمان کشته میشوند. فکر این رو کنید. روزی گذشته ولادیمیر پوتین گفت که آماده پذیرفتن پیشنهاد آمریکا برای سازش آتشبس در اوکراین است ولی جنبه‌های زیادی است که شرح می‌خواهند و هر گونه سازش باید ریشه‌های مناقشه را به نوبت بگیرد. روز چهارشنبه روسیه به آمریکا فهرستی طلبات برای پایان دادن به جنگ اوکراین را پیشنهاد کرد که در آن از جمله خواسته شده است که اوکراین عضو ناتو نشود، نیروهای خارجی در خاک آن نباشند و اختیار روسیه بر 4 ولایت اوکراین را که گرفته است بر رسمیت بشناسند. دونالد ترامپ گفت در مذاکرات با روسیه جزئیات راههای خاتمه دادن به جنگ را بررسی کردند. ما به نقشه کار نمی‌کنیم. ما درباره زمین‌های اوکراین صحبت داشتیم. پارچه‌های از زمین‌ها را که میمونند یا از دست می‌روند. در اینجا مسئله نیروگاه برقی هست. نیروگاه بسیار بزرگ برقی که در دست کی میموند یا این و آن را کی میگیرد. این یک روند آسان نیست. هفته پیش مقامات آمریکا و اوکراین درباره سازش فوری آتشبس 30 روزه موافقت کردند و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت که پاسخ روسیه بیانگر نیت‌های واقعی مسکو خواهد بود. ولادیمیر پوتین ضمن سخنرانی به دونالد ترامپ برای تلاش‌هایش جهت پایان دادن به جنگ اظهار سپاس کرده و گفت که شاید به او زنگ زند و مسئله را بررسی کند. خبرگزاری دولتی تاس گفت که استیو ویتکوف فرستاده خاص آمریکا روز جمعه با ولادیمیر پوتین مسئله ملاقات احتمالی رهبران دو کشور را بررسی کردند. روسیه سال 2022 10,000 سرباز را به اوکراین فرستاد تا به قول ولادیمیر پوتین عملیات مخصوصی جنگی انجام بدهند و جنگ را در اروپا آغاز کرد که بعد از جنگ جهانی دوم دیده نشده است. مناقشه هم پس از جنگ سرد مخالفت عمیق را بین روسیه و غرب به وجود آورد. پس از چند عقب نشینی در مرحله‌های اول، نیروهای روسیه از میانه‌های سال 2024 به پیشروی آغاز کردند و حالا تقریباً 20% قلمرو اوکراین را در دست دارند. این زمان نیروهای روسیه شهر کورسک را که نیروهای اوکراین تابستان سال گذشته اشغال کردند محاصره کردند و ممکن است باز پس بگیرند. در علامتی از افزایش باوری روسیه به خود ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه با لباس نظامی به دیدار فرماندهان روس به کورسک رفت و با آنها گفت کارشان را در زودترین فرصت به پایان رسانند.